قایم شدی؟ به برادرزادم گفتم هر وقت جاییت اوف شد بیا ماچش کنم. حالا ختنه کرده در به در دنبالم میگرده. حاج آقا شما میدونید اون فرشته‌ای که مسئول سوخت رسانی به بهشته اسمش چیه؟ آره گازوئل. حاجی چرا عصبانی؟ دیشب دزد اومده خونمون دیده هیچی نیست ببره ریته روی قالی رفته توف تو چونش. طبق تحقیقات چند سال دانشمندان به این نتیجه رسیدن که ختنه کردن کار اشتباهیه، چون تمام ویتامین سالار توی پوستش نهفته است. حاج آقا اعمال شب جمعه و صبح جمعه چیست؟ اول دعای ندبه، نوازشی به دونپه، دو بعثه برقلومپه. پمپاژ خود تو نماز جمعه. برای چی میدویی؟ رفتم اورژانس قزوین، طرف بلد نبود آمپول بزنه، به جای الکل تاف زده. اونم کجا زده وسط؟ حاجی مدرک تحصیلیتون چیه؟ تو مدرسه نمایش شنگول اجرا کردیم، گورگه بهم گفت الان میخورمت. من گفتم بیا بخورش. مجبور شدم ترک تحصیل کنم. حاج آقا چرا دختر و پسر رو کات میکنن؟ دخترا میگن بهمون توجه نمیکرد، کادو برامون نمیخرید، اما پسرا میگن نداد بکنیمش توله خر. حاج آقا بزرگترین دروغی که تو زندگیتون بهتون گفتن چی بوده؟ بچه بودم گفتم میخوایم بریم شهربازی، ولی بردنم ختنم کردن. ای داد.